واسه بپنی در واکن ایمانو کار ما رو تو کردی یه نگاه به اون کارایی که دیشب پخ زدیم بندا ای خوش رو گرفته به شور بره چشم دست به جنبون آی کلید نداره تپاتم زنگ میزنی کلیدام جا مونده بودم داره میدونی تا دو با سبسشون رو تحویل بدن؟ گیر کردم حالا نکش گرفتی؟ آره بابا دست به جنبون آسمون جان عمو این رو بزن تو آشپزخونه چشم عمو رقصن هم پنگ کردی؟ آره عمو اونا رو هم با کاتر تیکه تیکه کن میبری بیرون به چش کسی نمیون بچه دستش تو گچه برو جفت و خوشش عمو واسه خالی میموندی شد دیگه مگه قصد کردم واسه خاطر خودت میگم چیزی به اونا اذیت میشی چیزی نمونده غصه نخور تو چی؟ من چیزی نخوردم من موری نگفته و 24 ساعت قبلش نباید چی بخوری؟ گفتم که تو دادگاه ضعف کردم مجبور شدم تو قبلا زدی؟ فرقی داره؟ و چی که داره معده پس بزنه سوختیش واسه ماست پس نمیزنه خیال تخت ایشالله ما که بخیل نیستیم اما زد تو اونش تو میدی؟ موری میتونه با کی ببندی که آب تو معاملش درز نکنه تو لرز نکن خوش زبونم که هستی دیپلمشو دارم قربون تو که دیپلمشو داری اما آیا بی دقیقه بچه تیز ترتیب این دبارم بدین چی شده؟ اما اینا رو از کجا میشناسید؟ خود موریت تو چفتشون کرده چطور؟ این دختره گفته 4 ماه تو حامله است. آره چطور؟ داره زر میزنه این نه زندونی نه حامله. یعنی چی؟ 10 روز پیش کار زده بودیم جا کارتا تو دیسکو اونجا دیدمش واسه ناصرینه انباری زده بود. بی خیال بابا به جون امایت به جون کیوان اونو شروع کن حالا آره یه لیوانو واسه من میاری؟ آبا شیرا اب نره میتونی تیز آمارش همون بچه‌هایی که با هم اونجا بودین دراری؟ آره یه ذره بکاری میشونه من میکارمشون تیز زنگ به موری هم بزن موری از دیشب خاموشم سر صبحی باهاش حرف زدم آقا نه من دارم از دیشب میگیرمش خاموش عمو شاید اوضاعی تو بیریخت گوشه داده جاساس ای بابا امایت تو اخلاقای موری رو نمیدونی تازه باهاش شف شدی تو این چند سالی که من واسه موری کار میکنم ندیدم اینجوری زده بند کنه 1 کیلو جنس و این همه پول نقد اونم دلار یکم داستاندار میزنه خودت میدونی این کار بیرون کیلو 60 تومنه تو بخوره زمین کیلو یه خط نمیشه این همون میکارمشون تو تیز آمارشون رو در بیار تزور نرم کار خودتو بکنه انگار نه انگار چفتم ایرا با شما بودا اگه جیکو پوکاتون تموم شد ما رو بندازیم بریم خوشگل بسر بله فندک داری؟ فندک
اینا رو میشناسی؟ نه من خود موری نفرستاده شد. اینجوری میگم. حله. تو چی؟ نه چی شده؟ چی بابا؟ ایوان جون حمایت. همون سریع تست بزن بده بچه ها بندی کنن چیز بدیم برم بابا. دیر شد. چش رو تخمه چشم الان ردیفش میکنم. از 4 ماه تویی؟ با عزتون. با همین خط چشا؟ جرمه؟ 4 ماه کم نیست، حالا با حکم تو میدادم. نه دنگی چی کارش کنم؟ نه کسی نه همون. بیشتر حواسه جمع کن. آیت خان به این ماموری هم گفتم ما همینجا پولمونو میگیریم. بعد قلقی نکن با. بعد قلقی نی عمو جون عرف کاره. 1 کیلو کار ما دست توه، دست پای ما واسه بلرزه نه تو. تو خودت خوب میدونی من به شما نمیچربم. اتفاقا همه به ما خوب میچربه اینا. اون بچه رو نگاه، 2 رو پیش یقش کردن زدن آشالاشش کردن 2 کیلو کار از دستش در بردن. نداشت گلا من این ارزا ندارم. پامو کج بذارم اما تو کلکم کنده است. جوک میگه. برو پولو بر بیا. چشم. کی با کجا گشتی؟ تو کابینت زیر ظرفشویی. شما ده. یادش واسه ما میگیری. امروز دادگاه چندمت بود؟ سوم. چیزی هم بریدم واسه؟ مهمه مگه؟ نه. منم برس. باش. قاسم. دست به جمون. یا بذار شومیز. تومن شماست بگو بشماره. نمیخواد جنستون حاضر کنین. تا اینا رو بشماره اونم تو جیبته. حساب شما جفته. جفت بود یا شماره حساب میدادی میزدیم تو حسابت، نه اینکه تو این اوضاع داره واسه جور کردن این سرویس چیم. من که غمم نی. اینا نمیخوان جا پاشون جایی بمونه حقم دارن. جمعش کن. تو این همه صاف شو بینم. بابته. حامله ای تو؟ معلوم نی. موری نگفته با حامله ای. اصلا موری واسه خاطر همین خواست با ما کار کنه. اینجوری بارتون سالم‌تر میره تو. جدی؟ تو بازرسی زنون گیرشون رو حامله‌ها کمتره. یه دستم شک کنن نمیدنش ایکس ری. هشش واسه بچه ضرر داره. من یه قلم بی خبر بودم. اون وامونده رو کمتر بکش. اون درده که آدم باز کمتر بکشه. لپر نشی با. آقام کار درست بوده. پدر سوخته. گله؟ اون کار دریوری است. اون یکی چی؟ این همون گل است. رنگش داد میزنه تلس. و اینو نگردم اون یکی دو بچه تیز ردیف کنم بدیم برن تو. چش. کیه؟ پیکم. الو. هنو ناصر خسرویی؟ نه بابا توپ خونم رد کن بیا بالا. آوری کلا. یا علی خدا یکی باز چیته؟ کارای نمور به زردی میزدم و گفتم یه گالم آستون بیارن دوباره بشورمشون. همون رفیقمون خبری نشو؟ نه خاموش. اصله یه 200 دیگه از این بزن 1 کیلوشون درست شه بدیم برم. به قاسم بگو اونایی که آبند کرده رو بیا سهیل خانم شروع کنن. داشت گلم. واسه اینا که آبندی کردی بر بز جلوی این زنه بزنم ببرم. چه چال کردم بیا مدد بدین زود بزنیم بره. بعضی منو که میبینی کاری که بهت گفتم بکن بابا. یه دست چلاقونی که دست چی؟ همینو که نیام برای تا. یه 200 کردم این کارو بکش اینا رو بندازیم دیگه. فعلا این هم شور کنید. اون یکی ترازوی کو؟ بیرون رو میز بود. اون یه دونه پنچه‌ای داره زاقی. درش بیار. پسر بابا خوب پنچرگیری کن یا رو به چخ عزما ندی. حرف 1 کیلو کاره. نماید بیده دیگه. ما وقت نداریم هرچی دیرتر بریم بازرسی زندان قلبت‌تر میشه. تو دقیقه دندون سر جگرتون زیر الان چفتش میکنم.
چه کنیم؟ خبری نشده. هیچی؟ هیچ. عجب واسه بیریختی شد. هم پسره چه خبر؟ کدوم؟ همون که هم جاکارتا بودیم. این که ایرانی گوشیش خاموشه. موری چی؟ موری هم خاموشه. خاموشه همون. الان معلوم میشه. کجا؟ باستو نگاه کن. اسمت چی بود تو؟ من نمیدونم. بگو بهت میگم. سهیلا. تو همه یاره که اون واسه پشته. اینه بار دیگه پرسی جوابم میدی. هزار بار دیگه بپرسم من جوابشو بده. نه موجان خبرانی دوزار خندم خبری داشته. من آدم تو هم. سهیلا یواش. زر نکن با برمی. یالخوز یواش میفهمی. زر نکن با برمی کاری که بهت میگم بکن. است شغل میری تو اتاق لباسا میکنی. خواسته به تو حواس کن بابا. زر کاری که بهت میگم بکن. عقب وایسا. اینو بپا. ای بابا آقای حامل است دیگه. تو خفه شو. آزش کن. کاری که بهت گفتم بکن. چیکار کنم؟ برات گرون تمام میشه. اصلا چه گویی میخوای بخوری؟ به وقتش بهت میگم. سایل جمع کن بریم. به وقتش هم بهش گویی نمیتونی بخوری. به تکلیفتون روشن نشه پاتون اینجا بیرون نمیذاری. آقا ما اومدیم اینجا که با هم معامله کنیم، شر درست نکن. اینو کس کار دارن. اینا باعث شدن من ببینم تو بمیری، راضی شدم بیا اینجا. بگو دردت چیه حلش تو کن. نمیدونی نه؟ من کجا باید بدونم؟ خیلی میاد واسه من. الان چی شد یا شلوغش تو میکنی؟ خفه شو ببن اون دهنتو. تو اونو میشناسی یا نه؟ کیو؟ کیوانو. کجا باید بشناسم؟ در پیش کجا بودی؟ با این پرونده که تو گلاب تو کنی. نخور در پیش کجا بودی؟ تو اومدی زد و بنگاری یا بازی کنی آبار دراری. گفته آباره با شرکت باری در آورده. تا همه قبلی قرمتر شو در بیاری نه الان. اینا با این لباس هم اینجا بومبن. من این مسیر آدم رو عرضه پیدا نکردم که تو الان بخوای عرضه بری توشون. ما پی شما نیومدیم. موری پیگیره ما شده واسه کارو بریم. الان هم اگه شک داری معامله نکن. تو دو بیشتر وقت نداریم راه انداز. تو جریان روشنش پاتون این در بیرون نمیذاری. شروع کرد. کدوم جریان؟ گرچه خودشو میزنه به نفر میوستن. ای بابا مشکل چیه؟ خب حلش کنید دیگه. هر کشی نداره که. مشکلی نه این خانم، نه زندونیه نه حامله. کی گفته؟ دیده شده. در جاکارتا تو دیسکو بودی. الان چجوری شرمای تویی؟ کی دیده؟ کیوان. آمار من ای حال خراب در برد. طرف چه ارجعیه؟ ندم یه جای خط بندازن ها. خفه بابا سگ سالی دیوی کن تو کی که بخوای این گوی کیوان آقا گوی ما. گویستان آقا ریختی. حواس بهت بخور. دور اونجا تک. اینا معامله کن نیستن. آخ بابا تو که اصلی باید ثابت کن. اگه راضی میشی نه خبری تن خوار مادر زن خودتو ببینه باشه. همه تو مرد دهنتو بفهم. سرت بچه میتنه بزا میکرد. بیزی که هستی زر بزن بابا دکوری. ببرم یه جا دادار تا دو ماله سلوک کردنی. وقتش بهت میگم مالش هستم نه. تو خدا شما کجا بیرالو شما مگه مرتضی رو نمیشناسید؟ میرم چه بشناسم. خب مگه تلفن نداره یا زنگ بهش بزن. خاموشه. اصلا ما مگه شما رو میشناختیم که اینجوری داره قشقرق به پا میکنه؟ همین مرتضی ما رو به شما معرفی نکرد. اگه نکرده بود ما از کجا میدونستیم که امروز این ساعت باید اینجا باشیم؟ اگه الان اینجا اتفاقی بیفته واسه ما سنگین تموم میشه. نه شما ما آدم دولتیم داریم تو این لباس خلاف میکنیم. نه شما. من کاری به این شعر و برا ندارم. فقط میخوام اینو حامله هست یا نه. جون بکن. بیچونه من بچم. گیر پولش نبودم. یه دقیقه هم اینجا با نمیستم. نه بابا بازش کن. باشه ببینید. بازش کن. با کمت میگم. خدا یه دقیقه غلاف کن. عمو بی دقیقه من با تو دارم با. یه دقیقه آروم باش. بیا اینجا. عمو یه دقیقه. چیه مرتضی خبری شده؟ نه عمو به جان مادرم من یارو وقتی توی دیسکو دیدم شکمشو دقیق ندیدم. یعنی چی؟ پشت میز بار بود، میزون ندیدمش. دست رفتی من الان برم اون تو حامله باشی چه گویی قراره بخورم من؟ دست چی عمو؟ حالا میگی چی؟ میگم تو که داری شکمشو نگاه میندازی کتفش هم میدیدی بزن. پولشو دادم که هر جاشو خواستم وایسن نگاه کنم. آخر رو کتف چپش خاله مار داشت. چجوری نشسته میگم صورتشو دیدم کتفشو. یه وری
همین الان که تر زده باشه همه چی مالی دستا. تره چی حمایت؟ شما مال خودت میتونی بکنی یه تخم مرغ بکوبی تو دیوار، اما اون شریکت که اون تو تمام زندگیشو این بیرون سپرده دست من نمیتونم چیزی رو موفق کنم. منم مخفازیسم. اما اگه اینقدر این آدم دولت باشم را به این طلایی سوخته هم ریدی تو اعتبارمون. قبول. اما این نباشن و مفر باشن چی؟ مرتضی. اما اگه من هرچی دارم میگم به خاطر خودت و اعتبارته. مثلا من خودم برم ببینم. میخواد بابا وایسا تو بری تو یه جوری گازت میگه رب برو بت بریزه به. اما آروم باش. کجا رفتی؟ تو اتاق منتظر. باشه من برم پایین این پیکی اومد. شما هم سری کارا اینا ردیف کنیم بدیم برن. مسلم در بدرم در آوردم واسه دور زدن ما گنج گرفتم.